ابوبکر زبیدی آوازخوان و عالم شناخته تاجیک را در آرامگاه دهه رکناباد پنجکент دفن کردند. او روز دوم می در 62 سالگی در بیمارستان مشهور با نام یکم سویتسکی شهر دوشنبه که هفته های اخیر به محل بیمارانی به گفته مقامات التهاب شش تبدیل یافته است درگذشت. نزدیکانش گفتند او به سبب بیماری همگیر کووید 19 فوتیده است. مقامات تاجیکستان روز شنبه مرگ 2 نفر از کرونا ویروس نو را تصدیق کردند ولی نام و نسب آنها را آشکار نکردند. عبدوارث صادقов ساکن دهه رکناباد روز 3 می بر رادیوی آزادی گفت جسد ابوبکر زبیدی با سلوفان پیچانیده شده بود و بعد به خاک سپردن سلوفان را آتش زدند. به قول او در مراسم دفن چند پزشک و مأمور ملیسا حضور داشتند. ابوبکر زبیدی سالهای دراز در دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به تربیه هنرمندان مشغول بود. او بعد یک ماجرا با رئیس آن وقته دانشکده دولتی صنعت اصلالدین نظاموف از این مؤسسه رفت. زبیدی و چند استاد دیگری دانشکده نظاموف را به مناسبت دغلانه با زیردستان متهم کرده گفته بودند که در پی فشار رهبر بیش از 10 معلم ترک دانشکده کردند. پیوندانش میگویند او در برابر آوازخوانی پیوسته به کارهای علمی مشغول بود و بیش از 70 مقاله علمی و عاموی نوشته است. مؤلف کتاب‌های نسیم عنبرافشان، تاریخ موسیقی کسبی کمپوزیتوری تاجیک و موسیقی تاجیک در دوران استقلال است. از سال 2011 در مقام معاون مدیر پژوهشگاه علمی تحقیقاتی فرهنگ و اطلاعات وزارت فرهنگ تاجیکستان کار میکرد.